رام ناله بلبل که داری 100,000 گل، چرام ناله بلبل که داری 100,000 گل، بینالم من که یک گل دارم و 100 باغبان دارم. خوش گوش میکنم شما را. ببخشید یک بار دیگه رفیق سردار، در حقیقت وضعیتم بسیار بد است، بسیار بد است. راستی که 4 سال می شود که من با بچه هایم در یک حجره خوردکک زندگی میکنیم، اون هم باشد در یک خوابگاه بیگانه. همین روزهای اخیر همون سرداری همون خوابگاه کمیندند، غیر قانونی همین زیستنی مرا قطعی فرزندان پی بردن، پیشم کرده نیست. هر روز به او وعده فردا میگم، ولی با کجا رفتنم راستی که نمیدونم. راستی که هر او رو میبینم روم دود میکنه، طاقتم طاق شد و برای یاری نزد شما من در آمدم. چی گفتید؟ روم دود میکند گفتید؟ بله روم دود میکنه. روم دود میکند. روم دود میکند. از من باید نگیسم. روم دود میکند. بله روم دود میکنه. روم دود میکند. چون این ifade در جای شما معلوم بود است مگر؟ یا شما آن را از یگان جای دیگر شنیدید؟ نه، از خوردی میدونم این ifade را. روم دود میکند در ما به معنی شرمدارم استفاده میبرند. بله شرم میدارم. 100% درست. در ما هم هست چون این ifade، اما کمی دیگر خیرتر. ما میگیم روم میسوزد. اصلا چندان فرقی ندارد. در ما پروسس و در شما نتیجه. صدقه خلق شوم. عجب گپ های دارد. استید که مبادا که این ifade را از یگام روزنامه و مجله نشینده اید یا نخونده اید؟ نه گفتم که در خوردی بدنم از امون دهه یاد گیرم. این خیلی باشد در تاجیک اصیل بوده اید. تاجیکی اصیل. شما چای کبود بنوشید یا سیاه؟ چای کبود اصلا فرقی نداره. بس فکر برای کبود برای مادم کردم. بله کبود. پیش از این معلم در یک خانچه میده یکی تنگ و توری که بکتکی مرغ بانم بود اقامت داشتیم. راستی گپ اونجا بسیار یک عذاب بود. خودم غنجم زنم نمیغنجد خودم نمیغنجم. خیرت که هم یک سیل ناگهانی آمد و اون کتک رو زد اون یک باره غرم بید وگرنه. غرم بید گفتید؟ غرم بید خیلی خشرو ها؟ یعنی گشت ها؟ و در ما هم هست همین کلمه. توبه. پس چون شیوگی گفتن لحجه گفتن استفاده نمیبرنده یا توبه. چه کلمه زیبایی حتما نوشتم در کن. حتما دیرم باید نوشته گیرم. حالی قلم در کجاست؟ منم غرم بیده میبخشید قلم در بیشتم. اینه غرم بید استید که دادر همین در شما شلمبید هست؟ شلمبید در شما هست؟ در ما شلمبید هست. در شما چی؟ بله معلم هست. شلمبید یعنی آیسته گشت. غرمبید باشه یک باره. خانزنی دادر چه گیری دادره. شما بخدا بسیار ما را خستان کردید. من چای گیری تشکر معلم در عین حال یکون خوابگاه هم باشد می شود. از حجره شینی صبح گرم شدم، تماما همین کار میلیمی ما کرده نمیتوانم. بعد سبیل ماند آخرم بقدر عذاب است که سوختمه قریب فرق شده بودمه. چی گفته؟ تکرار کنید قریب فرق شده بودمه. فرق گفته نه؟ فرق شدن به معنای سوختن ها؟ آفرین دادم. این کلمه را باز در کدام حالت استفاده میبرد؟ مثلا استخوانه بگیریم یا کلاف و چرم بگیریم، در علاوه پس اگر همی جوشیدن گیرد ملایم شود اون وقت فرق شد میگوی نه؟ میگویند و بعد فکرم در این حالت بود شد استفاده بریم بهتر است. قنزنی دادر
شما دادر تاجیک اصیل تاجیک حقیقی بدهید این رو میسودد غرم بی فرق شدم نه فرق شدم رئیس نه فرق شدم ای دادره همین یک التماس از همین روز ما و شما اکا و دادر هر وقتی که خواهید من مثلا به همین اتاق کاری من دارم. تشکر. من بسیار از شما میندارم برای دستگیریاتون معلم عزیز. پش این قدر مطیرانی فرمون برای ما دادیدی. ای بخدا ای عزیزان من نمیگویم گل و باغ و بهار از من گل است و باغ است هر دو عالم است فقط یاری وفادار از من خوش آمدین. رحمان ملک سلامت باشین. بریم